تو این ویدیو میخوایم براتون خلاصه قسمت‌های 7 و 8 سریال جذاب خلیفه یا جانشین رو بگیم و ممنون میشم که کانال من رو سابسکرایب بکنید. وقتی ملک میاد و دست سرهات رو میگیره میگه از حالا خانم این امارت من هستم و میخوام کنار تو باشم و جانشین سلطان خانمم من میشم. سلطان انگشتر خانم امارت بودن رو از دستش در میاره و میره به سرهات و میگه این مسئولیت زیادی داره و ببین کی حاضر این مسئولیت رو قبول کنه و اون انگشتر رو دستش بکن. و به سرهات میگه که کسی رو انتخاب بکن که نفسش به نفس تو وصله و جانشین لایقی برای این امارت میشه. اما سرهات که نمیدونه انگشتر رو به ملک بده یا به نیست، همینجوری میمونه و همون موقع به سرهات میگن که یک زن به دیدنش اومده. وقتی جلوی در میره اون زن میگه من زن اون مردی هستم که میخواست به شما شلیک بکنه و کشته شده و حالا کدخدا ما رو از روستا بیرون کرده. سرهات میگه من دارم میرم به دیدن کدخدا و زمینهای معدن، شما هم با من بیاید و تحت حفاظت من بمونید. سرهات وقتی به اونجا میره متوجه میشه که یک سری سنگ قیمتی توی معدن اونجا هست و ازشون عکس میگیره. بعد هم متوجه میشه که اشیر به روستاهای اونجا گفته حق ندارین که توی این زمین ها کشاورزی کنین چون قرار این زمین ها به معدن تبدیل بشه. روستایی ها به سرهات میگن وضع ما خیلی بده و اگر معدن ساخته بشه ما کلا زمین های آب و اجدادیمون رو از دست میدیم. از اون طرف زیان خان با عاکف زنگ میزنه و میگه بیا با هم دیگه صحبت بکنیم. با عاکف میگن سرهات رو راضی کنه که زمین‌های معدن رو به اونها بفروشه. وقتی اونجا به معدن تبدیل شد ما هم به پول خوبی میرسیم. یه نیز که نگران سرهات انگشتر رو به ملک بده با سلطان درد و دل میکنه و سلطان بهش میگه تو باید کاری کنی که سرهات خانواده تو رو برای شام دعوت کنه و اینجوری میونتون بین هم خوب میشه و تو میتونی جانشین من بشی. یه نیز یک دسر خوشمزه درست میکنه و به اتاق سرهات میره و بهش میگه خان نباید گرسنه بمونه، خان حتی نباید تنها بخوابه، از حالا هر چیزی که کم داری رو بگو من برات خودم فراهم میکنم. بعد هم با حرفاش به سرهات میفهمونه که از جنگ و درگیری خسته شده و دوست داره بین دوتا خانواده صلح برقرار بشه و به سرهات پیشنهاد میده که با برقراری یک شام این صلح رو انجام بده. تو این میان سلطان یوسف رو استخدام کرده که سوده رو بکشه. یوسف وقتی میره سوده رو بکشه اون بهش میگه که یادت نره من جون کسی رو که دوست داری نجات دادم و اون خدیجه بود و یوسف یه مقدار نرم میشه. بهش میگه تو منو نکش تا من به خواسته هم برسم. یوسف هم میگه باشه. چند وقتی پیدات نشه و یه جوری وانمود میکنه که انگار اون مرده. سرهات و عاکف به رستوران میرن و اشیر رو اونجا میبینن. اشیر بهش میگه به داداش پیشنهاد خوبی دادم بهت گفته. سرهات هم میگه چه عالی. به خاطر همین اونا رو دعوت میکنه برای شام و میگه بیان که اونجا راجبش با هم صحبت بکنه. صبح که میشه ملک میبینه یه لیز داره تدارکات میبینه برای شام. از بقیه میپرسه چه خبره؟ یه لیز هم با کنایه بهش میگه سرهات میخواد خانواده زنش رو برای شام دعوت کنه. ملک میره و سرهات رو بازخواست میکنه و میگه اونا میخواستن منو بکشن، حالا تو داری اونا رو برای شام دعوت میکنی؟ سرهات هم میگه الان نمیتونم به توضیح بدم، شب خودت متوجه میشی که داستان چیه. نورگل زن عاکف که گریه کنان به امارت میاد، ملک میبینش و بهش میگه چی شده چرا داری گریه میکنی؟ اونم یک دستمال گردن به ملک نشون میده و میگه که تو جیب عاکف بوده، اون داره به من خیانت میکنه و این بار اولش نیست. وقتی اونو بو میکنه ملک میبینه که چه عطر عجیب و غریب و مرموزی داره. شب که میشه خانواده زیان خان آماده میشن و به امارت سرهات میان. دالیان هم میگه من امشب دارم میرم با یک قاچاقچی معامله کنم و سنگ‌های قیمتی توی معدن رو بفروشم. وقتی دالیان میره توی معدن میبینه که خبری از سنگ‌های معدن نیست و ظاهراً اونا دزدیده شدن. بالاخره خانواده زیان خان برای شام به امارت سرهات میرن. ملک هم میاد و به خوبی ازشون استقبال میکنه. وقتی که زن اشیر رو در آغوش میگیره
متوجه میشی که بوی اون عطر بوی عطر زن عشیره، ولی چیزی به روش نمیاره. همه با خیال این که دیگه قراره دوتا خانواده با هم دیگه صلح بکنن دور میز میشینن، ولی سرهاد شروع میکنه به تهدید اونا و میگه که اگر من خان شدم به لطف روستاییامونه و کسی حق نداره بره اونا رو تهدید بکنه که تو زمیناشون کشاورزی نکنن، به خاطر اینکه اون زمین میخواد معدن بشه و تا وقتی من زنده ام نمیذارم کسی این کارو بکنه. زیان خان که بهش برمیخوره پا میشه و یه از اولم میدونستم نباید به تو اعتماد کنم و سر میز شامت بشینم. همون موقع سر کله سوده با ظاهری آراسته پیدا میشه و میگه از حالا به بعد سوده دیوونه مرده و من مامان سودا هستم و اومدم شما رو با دخترم آشنا کنم. سوده میگه ملک دختر منه. وقتی نوزاد بود سلطان اون رو از من دزدیده و داده به این خانم که پرستاره و نرگس مادر ملک میگه این داره دروغ میگه. سوده هم میگه روی پای ملک من یه نشونه گذاشتم، اگه باور نمیکنید اونو ببینید و قرآن هم بیارید، من دست روی قرآن میذارم. وقتی میخواد بگه که پدرش هم زیان خانه، زیان خان به تفنگش اشاره میکنه و سوده هم به خاطر جون خودش و دخترش نمیگه چیزی و میگه پدرش هم مصطفیه. ملک حسابی عصبانی شده، همون موقع داد میزنه و میگه بسه، این دیگه ربطی نداره که پدر مادر واقعی من کی هستن و میز شامو ترک میکنه. زیان خان و خانواده‌اش با ناراحتی از اونجا میرن و به یلدیز میگن ما دیگه دختری مثل تو نداریم و اسم تو دیگه نمیاریم. یلدیز هم هرچی میگه من نمیدونستم که سرهاد قراره این کارا رو بکنه، اما پدرش میگه تو دیگه دختر من نیستی. سرهاد میره و از مادرش میپرسه که سوده داره راست میگه. سلطان هم ناراحت میشه و حق به جانب میگه یعنی تو حرف این دیوونه رو باور میکنی ولی به من شک میکنی؟ پدر ملک هم به سوده میگه اگه میدونستیم که دختر تو هست ما اونو ازت نمیگرفتیم و این کارو باهات نمیکردیم. همه میرن ولی سوده بیرون از عمارت منتظر ملک میمونه. سرهاد به اتاق یلدیز میره، ازش عذرخواهی میکنه بابت رفتاری که سر میز شام داشت، ولی میگه راهی به جز این نداشتم. یلدیز هم با ناراحتی میگه ملک امشب خانواده‌شو پیدا کرد ولی من امشب خانواده‌مو از دست دادم. سرهاد اونو آغوش میگیره و میگه نگران نباش، تو دیگه خونه و خانواده‌ات اینجاه و من ازت مراقبت میکنم. صبح که میشه ملک میفهمه که سوده از دیشب جلوی در عمارت منتظرشه و میره پیشش میگه که چطوری میتونم یک شب کسی که منو تا الان بزرگ کرده رو فراموش کنم و تو رو مادر خودم بدونم؟ باید بهم زمان بدی. از اون طرف میبینیم که عاکف کسی بوده که سنگ‌های آثار تاریخی رو دزدیده و از دالیان برده و قصد داره اونا رو به مردی به نام زالیان بفروشه. شب که قرار میذارن عاکف چهرهش رو کامل میپوشونه و خودش سرهاد جا میزنه. مادر یلدیز به اون زنگ میزنه و میگه بیا پدرت میخواد تو رو ببخشه ولی برات یه شرط داره. یلدیز با خوشحالی به دیدن پدرش میره ولی پدرش میگه شرط بخشیدن تو اینه که با این اسلحه شوهرتو بکشی چون تو الان دیگه از دید من یک خائنی. یلدیز هم چیزی نمیگه، اسلحه رو میگیره و به سرهاد زنگ میزنه و باش بیرون قرار میذاره، تمام ماجرا باش تعریف میکنه و میگه من تو رو بیشتر از جونم دوست دارم، حاضرم خودم رو بکشم ولی تو رو نه. زمانی که میخواد به خودش شلیک کنه سرهاد جلوی اونو میگیره و سرهاد هم با عصبانیت به عمارت زیان خان میره و میگه تو چه پدری هستی که حاضری دخترت بره شوهرشو بکشه؟ زیان خان هم میگه حالا که راضی نمیشید همدیگه رو بکشین پس حتما زن و شوهر همدیگه رو قبول دارین و ما دیگه فامیلتین، تو هم نمیتونی به فامیل زنت آسیب برسونی. ملک اول سراغ سلطان میره، بعدش میپرسه واقعا تو منو دزدیدی؟ سلطان هم میگه آره من دزدیدم، حالا میخوای چیکار بکنی؟ ملک هم میگه من همه چیز رو ازت میگیرم، اول پسرت سرهاتو میگیرم، بعد اون انگشتر خانی رو از دست در میارم و عمارت و جایگاهت هم از چنگت در میارم. به سراغ سوده میره و ازش سراغ پدر واقعیش میگیره، اما سوده تفره میره و میگه نه تو پدری داری نه برادر و خواهری. سرهاد
که با خبر میشه یکی به نام اون داره معامله قاچاق میکنه، شب با آدم‌هاش میره و سراغ اونو میگیره. عاکف که همون موقع هلو گرفته و میبینه که سرهات اومده، با یکی از آدم‌هاش داره فرار میکنه ولی گیر میافتن. سریع اون آدمو سپر خودش میکنه و میگه من اینو دستگیر کردم، داشت فرار میکرد تا ببینیم که برای چی اومده اینجا. از اون طرف زالیان هم که داره فرار میکنه گیر اشیر و آدماش میافته. سلطان که از دست ملک احساس خطر کرده به سرهات میگه فردا تکلیف انگشتر رو روشن میکنی. فردا صبح وقتی ملک داره کمک خانوم‌های خونه رب درست میکنه، این لیز میاد و شروع میکنن با هم دیگه دعوا کردن. ملک اونو قول میده و توی ظرف رب میفته. سرهات هم همون موقع میاد و این صحنه رو میبینه و حسابی از کوره در میره. میگه شما دوتا بچه اید، هیچ کدومتون لیاقت خانم بودن این عمارت رو نداره و دوباره انگشتر رو دست مادر خودش میکنه. همون موقع از ژاندارمری میان و سرهات رو دستگیر میکنن و میگن انبار شما پر از آثار تاریخی قیمتیه و ما اونو پیدا کردیم. به سرهات دستبند میزنن و اونو با خودشون میبرن. معلوم میشه که اشیر با شکنجه از زالیان پرسیده که اسم کسی که باش معامله کردی کی بوده، اونم اسم سرهات رو آورده. اشیر و زیارخان که میخوان برن سرهات رو بکشن، عاکف جلوی اونها رو میگیره و میگه من کاری میکنم که سرهات به زندان بره، اون وقت من خان میشم و با شما به توافق میرسم. و اینجوری قسمت 7 و 8 تمام میشه و ممنون میشم که با سابسکرایب و لایک از کانال من حمایت کنید.